چطوری داخل فتوشاپ به خودمون عطر بزنیم. البته داخل فتوشاپ. سلام، سجاد زارعی هستم، مدرس نرم افزارهای گرافیک. در ابتدا داخل فتوشاپ یک لایه خالی ایجاد میکنم از این پایین و مودش رو حالت دومی قرار میدم و با رنگ سفید و با براش تقریبا سایز بزرگ، این مدل براش اینجا البته وجود داره. سپس براشی متناسب با شکل ایجاد میکنم. در ادامه کنترل تی رو میزنم و کلیک راست میکنم و پرسپکتیو رو انتخاب میکنم و به این صورت زاویه‌اش رو تغییر میدم. اینتر رو میزنم. با استفاده از ابزار ماسک این قسمت رو میایم ماسک میکنیم. در نهایت با کنترل تی جای مناسب اون رو روی صفحه قرار میدیم متناسب با شکل و برای طبیعی جلوه دادن لایه خودمون رو تبدیل به اسمارت آبجکت میکنیم و به سربرگ فیلتر میریم و در قسمت بلار موشن بلار رو انتخاب میکنیم و اون رو روی 14 قرار میدیم و زاویه‌اش هم تغییر میدیم متناسب با شکل و اوکی رو میزنیم و این هم قبل و بعد.